در زمستان سال 2017 3 نفر کارگر راهسازی در کوتل سالنگ به نامهای مرتضی، صفی و اسلم بعد از پایان شفت کاریشان میخواستن به خانه برگردن. اسلم موتر داشت و قرار بود مرتضی و صفی را هم به خانهشان برسانه، ولی برف خیلی سنگین و شدید بود. جاده ها یکی یکی بسته میشدن. صفی گفت ما دو بالا در کو یک خانه دیدیم که فقط سقف داره، بیاین بریم چند دقیقه اونجا تا برف آرام شود، بعدن حرکت میکنیم. ستایشان رفتن. خانه خیلی قدیمی بود، نه دیوار درست داشت نه در درست داشت، فقط یک سقف گلی و هوای سرد. همچنان آرام مجبور شدن بمانند تا صبح. وقت شب شد، در سکوت کوه و برف صدای ناله یک زن شنیده شد. همه‌شان وحشت کردند. اسلم گفت صفی برو ببین چی گپ است، شاید زن زخمی باشه و نیاز به کمک ما داشته باشه. صفی رفت، ولی وقتی 2 دقیقه بعد برگشت چشمایش کاملا سیاه بود. یک لبخند نه چندان عادی به لب داشت. اسلم حس کرد چیزی درست نیست، ولی چیزی نگفت و نادیده گرفت. همگی خوابیدن، ولی نزدیکای نیمه شب اسلم با فریاد وحشتناک مرتضی بیدار شد. وقتی چشمای خود باز کرد دید صفی همراه با یک زن بسیار پیر در حال چاقو زدن به مرتضی است. چهره آن زن واضح نبود، تار، خالی، سیاه. اسلم فرار کرد. در برف سنگین نمیدانست کجا بره. صفی دنبالش میدوید، ولی چیزی که وحشت انگیزتر بود وجود همون زن بود، نه صفی. در نهایت اسلم 2 مرد تفنگدار شکارچی را دید. با تمام توان فریاد زد کمکم کنین، لطفاً کمکم کنین. شکارچی ها به سوی اسلم دویدن. وقتی رسیدن صفی درست پشت سرش بود. بدون مکس یکی از شکارچی ها 2 گلوله به صفی شلیک کرد. صفی روی زمین افتاد. اسلم در حالی که گریه میکرد گفت او دوستم بود، ولی تسخیر شده بود، باید نجاتش بدیم. شکارچی ها بعد از شنیدن او حرف گفتن چرا رفتی به او خانه؟ نمیفهمی که اونجا نفرین شده است؟ بلا فاصله صفی را پیش یکی از دوستانشان بردن که دکتر بود. صفی نجات پیدا کرد، ولی هیچ وقت دوباره خودش نشد. لال شده بود، نمیخندید، نمیگفت، فقط یک نقطه را خیره شده بود. بعد از چند روز برگشتن به همون خانه. جسد مرتضی را دفن کردن، فاتحه خواندن و چند هفته بعد صفی را به بیمارستان روانی انتقال دادن. و از آن شب به بعد دیگه هیچ وقت درباره از او خانه و او زن و او شب گپی نزدن.